حتی ابن حبیب میگوید اگر مرد در یک شبانه روز در برابر تندی زبان دشنام زنش، اذیت و آزار زنش تحمل میکند، خداوند در یک شبانه روز اجر شهید برش میدهد. بگو الله اکبر. برایش اجر شهید را میدهد. خوشا به سعادت او جوان، خوشا به سعادت او پدر بزرگوار که 30 سال از ازدواجش می شود، 40 سال از ازدواجش می شود. خوشا به سعادت اون خواهر، خوشا به سعادت اون مادر که 40 سال ازدواج کرده ولی شوهرش بد اخلاق است و از این شوهر زنش بد اخلاق است و این صبر کرده و میخواهد که روز قیامت الله رب العزت و الجلال پاداش کامل برایش بدهد. الله در یک جمله در قرآن برایش اعلان میکنه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله صابران را چنان اجر میدهد که از حساب بیرون است. بگو الله اکبر. چنان اجر میدهد که از حساب بیرون است. این تقوای الهی است. صبر و بردباری عزیز من، باور بکنین اگر اخلاق محمد امین با آواز بلند صلی الله علیه و سلم امروز در زندگی جوان می بود، جوان دیگر مشکل نداشت. امروز دیگر جوان شکایت نمی کرد. اگر من یک جمله بگویم تعجب شاید بکنی، اون زنی که اخلاق ندارد، اون زنی که بد زبان است، اون شوهری که بد زبان است، اون شوهری که اخلاق ندارد، نعمت است برای زن و نعمت است برای شوهر. چرا؟ تو را به خدا میرسانه. چی میکنه؟ تو را به الله میرسانه. اگر صبر کردی مقامت را بلند میکنه. حتی در حدیث امام ترمذی می آید رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا. هیچ زنی نیست که شوهر خود را در دنیا آزار و اذیت بدهد، شوهر خود را با زبان خود، با بد اخلاقی خود، با کردار غلط خود آزار و اذیت بدهد الا قالت زوجته من حور العین. الله اکبر. اون زنی که در جنت دارد این مسلمان، اون زنی که به نام حور العین در جنت است که برای این مسلمان روز قیامت داده میشه، اون صدا میزنه چی میگه؟ قاتلک الله. خدا تو را بکشد. به اون زن میگه، به این زن دنیایی میگه خدا تو را بکشد فانما هو دخیل عندك. این شوهر من چند روز مهمان تو هست، وقتی که از این دنیا رفت در آغوش گرم من آمد، من با اون بهترین اخلاق را خواهم کرد. ببین اگر تو زنت تو را آزار و اذیت میدهد، حور جنتی که در جنت خدا قرار است برای تو بدهد، اون از اونجا صدا میزند خدا تو را بکشد ای زن که شوهر مرا آزار و اذیت میکنی. این به نزد تو چند روز مهمان است، وقتی از نزد تو پیش من آمد باز میبینی که من با این چگونه رفتار میکنم. همین ابراهیم خلیل را زنانش آنقدر آزار و اذیت دادن، آنقدر آزار و اذیت دادن که حتی روز ابراهیم به خدا شکایت میکند پروردگارا زنان من مرا آزار میدهند، اذیت میکنند، بد زبانی میکنند. حضرت پروردگار عالم به ابراهیم فرمود ای ابراهیم چشم پوشی بکن در برابر ضرر و در برابر آزار و اذیت زنان خودت. چشم پوشی بکن که به پیش ما اجر بی پایان دارد، اجر زیاده دارد. ما فکر میکنیم فقط زن ما مشکل داره، ما فکر میکنیم فقط در زندگی ما مشکل است. نه عزیز من، اگر بروی داستان حضرت نوح را 950 سال دعوت دین الله کرده، همون نوحی که در قرآن چندین جا اسمش برده شده، برو سوره تحریم آیه 10 را مطالعه بکن. الله جل مجده ضرب المثل میزند به عنوان نماد کفر زن حضرت نوح را و زن حضرت لوط را. همین نوح پیامبر 950 سال. شما میدانید که انبیا چه اخلاق دارند، شما میدانید که انبیا چه زبان شیرین دارند، شما میدانید که انبیا صورت دارند، شما میدانید که انبیا قوت دارند. قوت نبی چند برابر قوت امتش هست. خیلی زیاد قوی هستن، زیبا هستن، خوش زبان هستن، عیب ندارن. حتی علما اتفاق دارد که در وجود پیامبر عیب نبوده که مردم از اون نفرت داشته باشن. 1,24,000 نبی کم و بیش آمدن، عیب نداشتن که مردم از اون نفرت داشتن. طور مثال دهن هیچ نبی بوی نمیداده، هیچ نبی بد شکل نبوده، همه انبیا زیبا بودن، همه انبیا زیبا بودن. همین حضرت نوح 950 سال دعوت به سوی حق میکند، زیبا هست، خوش اخلاق است، پیامبر خدا هست.
اون هر لحظه وحی الهی به حضرت نوح می آید. اون نمیتواند ظلم بکند، نمیتواند کسی را آزار و اذیت بدهد. میدانید که زنش چیکار میکرد؟ مردم را فرا میخواند، میگفتن ای مردم، این نوحی که شما میبینید دیوانه است. این نوحی که شما میبینید دیوانه است. پیامبر خدا را تهمت دیوانگی میزنند. حضرت لوط همسر دارد، کافر هست، قرآن مثال میزند. در همون آیه 10 سوره تحریم مطالعه بکنید. وقت فرشتگان الله به صورت بچه ها آمدن، قوم لوط لواطتکار بودن. پناه بر خدا، گناهی بسیار عظیم است. الله رب العزت و جلال ما و شما را نجات بدهد. لواطتکار بودن. وقتی فرشته ها آمدن به صورت جوانان زیبا، خانه حضرت لوط مهمان شدن، آمده بودن برای اینکه عذاب الهی را بر سر قوم حضرت لوط بیاورند. این زنش رفت در میان قوم، گفت بچه های مقبول به خانه لوط آمدن، بیایین از اونها استفاده بکنیم. اگر مردم حضرت لوط را دشنام میداد، زنش با اونها همکاری میکرد. ولی حضرت لوط پیامبر خداست، حضرت نوح پیامبر خداست. 950 سال حضرت نوح دعوت خود الهی میکنه، ولی یک وقت نشده دست خود را بلند کرده باشد که خدایا این زن مرا نیست و نابود بگردان. چون اونها میدانستن که اگر صبر بکنیم و تحمل بکنیم، در برابر زنان بهترین پاداش الله رب العزت و الجلال در روز قیامت به ما عطا میکند. حضرت یونس پیامبر خداست. در قرآن سوره‌ای داریم به نام سوره یونس. این پیامبر خدا را آنقدر زنش آزار میداد. روز چند تا مهمان خانه حضرت یونس آمد. حضرت یونس گاه می آمد پیش مهمان، گاه می رفت خانه، گاه می آمد پیش مهمان، گاه می رفت خانه. مهمان ها می دیدن که هر وقت یونس داخل خانه می رود، زن با چنان الفاظ تند و رکیک به حضرت یونس خطاب می کند و یونس را تند و تیز می گوید. مهمان ها تعجب کردند، پرسان کردن ای پیامبر خدا، این زن با تو این گونه رفتار میکنه؟ حضرت یونس گفت من روز دعا کردم که خدایا اگر قرار است در آخرت به من عقاب باشد، در آخرت مرا ملامت بکنی، خدایا اون رو در آخرت نکن، در دنیا برای من بفرست. میگه الله به من دستور داد ای یونس برو با دختر فلانی ازدواج کن، این عقوبت تو در دنیا هست. گفت از روزی که من با اون ازدواج کردم روز خوش ندیدم، اما صبر میکنم که خدا جنت نصیبم بگردونه. پس عزیز من توجه بکن، فکر نکن که این زن که آزار و اذیت میده راه آسانترش را من بلد هستم طلاق میدم. نه، طلاق راه حل نیست. ابغض الحلال الی الله الطلاق. شیئی که حلال باشد منفور خدا باشد. طلاق حلال است ولی منفور خداست. خدا حلال قرارش داده، هیچ حلال را خدا نگفته که من منفور است به نزد من از اون حلال نفرت دارم. ولی الله میگه از طلاق که حلال است من نفرت دارم. پس راه حل این نیست. حتی در حدیث می آید، امام مسلم این حدیث را می آورد که شیطان تخت دارد، روی بحر گذاشته، سر اون تخت نشسته است. تمام این کسایی که عضوش است و کسایی که به شیطان کار میکنن، شاگردان شیطان است، فرزندان شیطان است، اینها رو میفرستن که برو مردم را فریب بدهین، برو بین مردم را به اغوا بکشانین. میگه وقتی میاین بچه های شیطان، شرکای شیطان، دوستان شیطان، رفقا و شاگردای شیطان شروع میکنن به این که مردم را یکی متوجه دزدی میکند، دیگر را متوجه بی‌نمازی میکند، دیگر را وادار میکند که قمار بزند، دیگر را وادار میکند که خیانت بکند، دیگر را وادار میکند سود بخورد. وقتی اینها همه برمیگردن به سمت شیطان میروند، اونجا که میروند شیطان پرسان میگه چی کار کردی تو؟ میگه من سر فلانی دزدی کردم. میگه تو کار نکردی. تو چی کار کردی؟ میگه فلانی را سرش سود خوراندم. میگه کار نکردی. تو چی کار کردی؟ من فلانی برای سرش رشوت خوراندم. شیطان یکیش اونجا استاد است، از او پرسان میکنه شیطان تو چی کار کردی؟ میگه من چنان در بین زن و شوهر مشکلات ایجاد کردم، اونها را ترک نکردم تا اینکه در بینشان طلاق صورت گرفت. شیطان از جای خود بلند میشه، این طلب میکنه، در آغوشش میکشه، میگه بهترین کار تو کردی، بهترین کار تو کردی. پس عزیز من، هر وقتی که جنجال در خانه صورت میگیره، هر وقتی که بین زن و شوهر مشکل پیدا میشود، فکر نکن که این خانه دیگه اینجا رحمت میبارد. نه، شیطان داخل شده.
شیطان شعله‌ور میکند، گاهی وقت چنان تیز و تندی از هر دو طرف شروع میشه، این به پدر اون حواله میشه، اون به پدر این حواله میشه، آخر گپ به جای میرسه که این موی از او گرفته و دیگه گریبانش گرفته، یاریش گرفته.